صدقه فرزندکای پدرم بدنشان قوت دل ما و سوزش لرزش تمام دشمنان. هوکا جان شاید در حیات یک بارم نگفته که برادر در همه مشکلی های زندگی قطعیتم، لیکن هر باری که در پستی میزنی اولین نفری که در برت میبینی فرزندکای پدرت، آخرانش هم همو بچه‌کایت است. ایو اشخاصایی که در گرد جمع کرده یا دوست رفیقشون نامونده در حالت پستی 50 تاش زنگ میزنه بعد بچه‌ت و خدا قسم بجز 51 آدم در برت یگان ذات چه نمیبینی. آخه دیدیم که میگه هر باری که در پستی میزنی خوب چشمای فرزند پدرت میپره، هر باری که سرش در بالش میمونه در پیش نظرش تی برادر ما چی حال داره، برادر ما چی کار میکنه، برادر ما در جای ناامن قرار داره، برادر ما بیخوابی کشیده سه اونه که برابر تو غم میخوره برادر تو. و همون خاطر میگم فرزند پدر جان جگر تاج سرم تو، هر شام سیاه زندگی هم سحرم تو، در دهر نگر گرگ صفتان بسیارند، آه در جنگل انگوبی حیاتم شیر نرم تو. یک بار دیگه میگم که صدقه فرزندکای پدرم.